خیلی معنی داره. یعنی من میتونم یک کتاب راجع به موضوع بنویسم. با خدا باش و پادشاهی کن. همه میدونن من این حرف همیشه میزنم که معنی با خدا باش و پادشاهی کن یعنی چی. میتونم واقعا یک کتاب بنویسم. انسانیم، همه درد داریم، همه مشکل داریم، زندگی همه سخته. همه، هیچ انسانی من نمیشناسم که مشکل نداشته باشه. بعضی مشکلشون اکسه، بعضی مشکلشون ایگرگه، ولی مشکل هست. موفقیت، سرمایه درسته، مشکل کم میکن و این مشکلات دیگه میاد. من وقتی 15 16 سالم بود این مشکلاتی الان دارم که اون موقع نداشتم. پس ناامید نشین از خداوند که بگین من زندگیم الان بده. بگین خدا رو شکر، اتاق دارم، یه جا هست که گرمه، غذا دارم، فامیل دارم. شکر گزار باشین، خدا بهتون بیشتر میده. دوستان صبح میشین نگید اینو ندارم، اونو ندارم، اینو ندارم. بگین خدا رو شکر زنده‌ام، خدا رو شکر بیمارستان نیستم. الان 6 صبح باز میکنین، یه نعمته که خداوند یک روز دیگه به شما داده تو این دنیا. وقتی ما از این دنیا خداحافظی کنیم، هیچکی نمیدونه کجا داریم میریم. هیچکی نمیدونه. به بنده خدا محتاج نباش، به خدا محتاج باش. خدا شما رو کمک میکنه. شما داری سختی میکشید تا زندگی خود میرسی، خدا داره میبینه. انرژی دنیا داره شما رو میبینه. انرژی دنیا که من بهش میگم خداوند داره شما رو میبینه و ایشون شما رو کمک میکنه. ساکریفایس، از خود گذشتن، از خودتون بگذرید. یا بدونید که شما میتونید. به خودتون ایمان داشته باشین، به خودتون باور داشته باشین که شما